салом тамошобинони азиз, ин барномаи навбатии пайроҳаи зиндагӣ аст ва имрӯз мо ба шумо дар бораи пайроҳаи зиндагии як марди ҳунар маълумот медиҳем. ҳамсӯҳбати мо ҳастанд ҳунарманди маҳбуби тоҷик, ҳунарманде ки ҳамаи мо шумо аз замони кӯдакиамон дӯст медорем, ин каса бо ин кас ифтихор мекунем. Исфандиёр Ғуломов, шумо дар як суҳбат гуфта будед ки ба ҷодаи санъат омаданатон тасодуфӣ шуд, аслан намехостед ки актёр шавед. дар ҳақиқат чунин буд? бале, дар ҳақиқат аз овони кӯдакӣ ва ҷавонӣ ки дар мактаб мехондам, овозхониро дӯст медоштам ва мехостам ки овозхон бошам, яъне ҳофиз бошам. баъд вақти 13 сола будам, баъд аз синфи 7 рафтам омӯзишгоҳи мусиқавии шаҳри Душанбе. баъд ба ман гуфтанд ки охир ҳоло ту кӯдакӣ, овозат тағйир меёбад, мо қабул мекунем аз синни 18 солагӣ, лекин шумо метавонед дар вилон скрипка навозед ва баъд аз он ки 18 сола мешавед, баъд мо мегузаронем ба вокал, овозхонӣ. бале, хулас ҳамин корам кардем. 2 сол ки таҳсил кардам, скрипка менавохтам ва охири сол мариз шудам. як 8 моҳ тақрибан фиристодан Крим барои табобат, санаторий Ленин, ва онҷо овозхонӣ мекардам. метавонед ҳозир барои мо як пура суруд хонед? мутаассифона ҳозир ҳеч ёдам намонд дигар аз он. фарқ надорад, тоҷикӣ аст, русӣ аст, ба кадом забоне ки бошад. زندگی یک آرزوی مبهمه، مگه نه مگه نه مگه نه. زندگی یک کور راهه، یک امید یک نگاهه، مثل یک چراغ روشن توی اون شبی سیاهه. مگه نه مگه نه مگه نه مگه نه مگه نه مگه نه. متاسفانه اگر که اشتباه کردم، بله، اگر که اشتباهی کردم من معذرت میخواهم از تماشابینان عزیز. و بعد از اون وقتی که برگشتم به دانشگاه موسیقی خواستم ادامه دهم. بعد دکترها گفتن که اینجا مادامی که خوراکشون مثلا که میتیند برای شما اونقدر خوب نیست، بهتر که نزد پدر و مادرت باشی. و من آمدم برگشتم شهری نو برگشتم و آخر صنف 8 و 9 نخوندم. من یک بار قبول کردن صنف 10. برام خیلی سخت بود. خلاص صنف 10 11 بعد از ختم صنف 11 این اپاهای من تشویق میکردن که من دانشگاه هنری شهر مسکو روم. واقعا شما از یک اویلا 3 هنرمند برآمدین، بسیار وای است. حالتی خیلی کم است که از یک خانواده 3 هنرمند برآید و 3 هنرمندی که واقعا هر کدومش هم هنرمند مشهور هستند. من فکر میکنم که اپای ساجیده هم چون کارگردانی بسیار خوب بودن، هنرمندی خوب بودن، فاطمه غلامова و شما. این در هنرمند شدن شما 3 نفر نقشی کی است؟ نقش پدرتون، نقش مادرتون؟ رکتور دانشگاه هنری شهر مسکو گیچس آمدن برای انتخاب مثلا دانشجویان. اپای فاطمه و اپای ساجده گفتن که تو میدونی داخل شوی، اگر تو آواز داری در مسکو میخوانی. من هرچند نگفتم خلاص اخیر عاقبت شما رو بغد در آورد. بله، راضی هم کناندن که من تصادفاً رفتم مسکو و 5 سال تحصیل کردم. من 2 سال اول دورنیکی میکردم، یعنی خیابان ها رو میرفتید در دوره دانشجوییتون؟ بله، و هم میخواندم. سال 3 خیلی دشوار بود برای من، خیلی سخت بود. این وقتی که شبانه من تلگرام هم میکشاندم، از بخوابی چشمام ضعیف شد. و سال 4 هم قربول بودم در پشت. بعد از اون که
ماه مرد آمدن برای انتخاب هنرپیشه با فیلم قصه زندانی پریک. خیلی انتخاب شدم و بعد سال پنجم من کار نکردم. یعنی از اون مبلغی که یعنی که از روی هنر پول میافتگی شدید. بله، اون مبلغی که به من داده بودن صرف میکردم در سال پنجم و برگشتم به تئاتر جوانان بنیاد شد در اساس این استودیوی ما و دیگر هنرپیشه شدیم. پدرتون از اهل ایران بودند؟ بله، ابوالقاسم لاهوتی و گنرال هایی که در آن دور زمان بودند تشویقات می بردند که ما میخواهیم دولتی مثل شوروی، دولتی مستقلی برپا کنیم که نه شاه باشد نه گدا باشد. از این حرفا خلاص میگفتند به سربازهای خودشان و پدرم چون سرباز عادی بودن اطاعت میکردن و بعد به مقابل شاه اینا شورش برداشتن و یک چندین شهرها رو گرفتن و شاه از این خیلی ترسان شد و کمک خواست از انگلستان. از همون دوره ابوالقاسم لاهوتی با استالین نمیدونم آشنایی داشتن، مکاتبات داشتن. خلاص بعد میگوین که وضعیت ما همین خیلی است. بعد استالین گویا میگوین شما برگردید با هم عسکرا اشخابات. گرچندی که ابوالقاسم لاهوتی از طریق باکو آمدن شوروی و پدرم و چندین جوان ها برگشتن اشخابات. یک چند مدت در اشخابات بودند و بعد از آن یک 73 نفرشان را، آنهایی که با ثبات بودند، آنها رو فرستادن به تاجیکستان ما. چوزی، الاکی، خوجی اینجا بود درس میدادن و وقتی که بابا و بیبی مادری مرا همچون کلک گوسفند داشتن و گاو و مال داشتن، 3 نفر شاهدی میتونن که این بای با دولت است، میفرستانن سیبیر و با همین دیگر اونا بر نمیگردن. بعد تقوی من که از مادرم بزرگتر بودن بعد به پدرم رو می آورن، میگوین که همین خواهرک من گشنگی نمورد، همین شما بزنی گیرید. اون وقت مادرم 13 ساله بودن. 13 ساله؟ بله. مادرم میگوین که من عقلم نمیرسید، هیچ نمیفهمیدم که زناشویی چی است. هم دوگانم فقط لختک بازی میکردیم همه خیلی. بعد اپای فاطمه، اپای ساجده، برادرم مظفر، من تولد شدم. بعد خواهرم گلچهره، برادرم شهریار، خواهرکم گلبهار و بختیار دادری اسما خوردی. 8 نفر ما بودیم ولی متاسفانه حاضر از 8 نفر 4 نفر ماندیم. با همسرتون چقدر آشنا شدید؟ اساسا اینجا اپاهای من فاطمه و ساجده رول خیلی کلان بازیدن. بعد وقتی که میروند پدرشون زرگر، بهترین زرگر دوشنبه بودن، میروند میبینن بانو خانم، میگم بانو جان تو حالم شوهر نکردی؟ بعد این کس میگوین که آخه اسفندیار آخه دانشجو بود و انتظارم که کی میبینم. خب بعضی سیرای فاش کنم میشب نیست. بعد خلاص آمدن، بعد به من گفتن که اسفندیار همین خیلی دختره که نغز است، من این کتابخانه فردوسی بود، خانه اپای فاطمه رو برای کتابخانه فردوسی رفت نزدشون، یک گپ زن. من گفتم خب من رفته چی میگویم؟ جرأت نکرد. جرأت ندارم من. تو چه خیلی اکتور آخه، تو یک دو کلمه گپ گفته نمیتونی. خلاص مجبور من بیرون بردن. بعد پس درخت ایستادن، خودشون نظاره میکردن، نظارت میکردن. من رفتم گفتم بخت توکل خیر پیش نمیکره گیستن. خلاص بعد از 10 دقیقه برآمدن، ما راه صحبت میکردیم پیاده پیاده تا خانهشون رفتیم. پدرم خیلی آمدن، امک بهروز
خلاص پدرشون رضایت دادن، عروسی ما در حولیشان شد. خب شما پیش از اونی که با آقای اسفندیار شناس شوید درباره این کس چی میدونستید؟ من تصورات داشتید، آشنایی داشتید و وقتی که باری اول بخوردید چی تاثیرات گرفتید از بخوری اولینتون؟ من پیشکی میدونستم برای که خانواده رفت آمد داشتن. روز من برآمدم نزد خانه که این کس نشستن گیره میکنن. کودک بودن اینا. ما همسینیم این کس. بعد گیره داشتن و بعد گفتن که من پیش کردن از خانه‌شون. من اونجا دیگر نمیرم. یک اولاد بودن با کوچه آزادی زنان. ما پیانیرسکی بودیم. من آمدم خواهر بزرگم بود. گفتم که مهرنگیز و اسفندیار اونجا شتست و ناله کرد است، گریه کرد است که وای جان ندارد خواه رفتن با. چه خیلی جان ندارد بیاد اینجا. بعد برآمدن خودشان آوردن و گفتن اسفندیار چی تو گیره میکنی؟ من پیش کردن از وای خانه. گریه نکن، من پگوی خودش بتیم میبرم شهرینم. انا همین خیلی ما آشنا شده بودیم. یعنی اولین یک گواهی دلم بود. همون 10 سالگیم به یک گواهی بود. احساس میکردید که؟ احساس میکردم که بازم ما وام میخوریم و بازم ما رحمتون آمد که من عشق ریختم. نه خیلی بعد گفتید که خیلی بچه نغزن. این آخر این طبیعی که آخر کودک بیند که عشق. بله طبیعی این از همون وقت دلسوز بوده. من فکر میکنم که بله از همون وقت کی احساس کردید که واقعا دوست می‌دارید این کسی؟ من همون یادداشت فقط می‌نویسم درباره. فقط می‌نویسم که اگر شاور کنم فقط اسفندیار به شاور میکنم. یعنی شما از همون کودکیتون عاشق بودید؟ اولیاها آبین کردن. بله. خداوند رازیگی خودش داد. پدرم حقیقتا حلال کار میکردن و اون گوشوارهایی که زیره هایی که درست میکردن همه برای زنها بودن. زنها می اومدن. من رشک میکردم زنها با اما مادرم رشک نمیکرد. خب پدرتون رشک میکردید، بعد همسری مرد شدید که یک عمر در صحنه است و در صحنه زنهای زیاده دارد، معشوقه های زیاده دارد، در فیلم ها رشک نمیکردید؟ نه رشک نمیکردم. گفتم این وظیفه اش است، این کارش است. بعد ما قسم دادیم همدیگر با که اگر مبادا من می شما یک کس دوست دارید نه جنجال میشد نه هیچی، آزاد میریم بیرون از زندگی همدیگر. شما دختری که در اویله زرگر به وی رسیدید، یعنی در درون زر و زیور به کمال رسیدید و شوهر کردید با یک جوانی هنرمندی که خانه ندارد، در خوابگاه زندگی میکند، باز همراهش چند نفر دیگر هم هستند. چه خیلی بود؟ چه طاقت کردید؟ طاقت کردم برای که من میخواستم اینه از اول. چه خیلی که نباشد گفتم من باید زنی همون اسفندیار باشم. من طاقت نکردم. من زندگی میکردم. بله. برای شما این یک بهشت بود. بله. در کنار دوستان. حقیقتا هم این بهشت بود. نه بعد از اون که ما زن و شوهر شدیم، ما همون خانه‌ای که من و تقوی مراد رازیقوف و اشون محمد غلام یک جای بودیم، آنها خانه دیگر بگذاشتند و ما در اون خانه در خوابگاه ماندیم. چند سال در خوابگاه زندگی کردید؟ 8 سال. 8 سال در خوابگاه. 2 فرزند پیدا کردم. همونجا این 2 دختری من تولد شدن، بزرگ شدن و بعد از آن بعد به ما خانه دادن. تمام زندگی ما مشورت میکردیم از همدیگر که با آینده که خدایم راضی باشد از ما، این شوهر و زن راضی باشند. مشورت این چیزی نغز است. این خیلی مهم است. مهم است در زندگی مشورت کردن. من فناتیک نیستم ولی میدونم که خداوند یگانه برای تمام کره زمین و میدونم که بغیر از این خدا نیست
که خدا ما بنده کرده است. بندش باید تمام قانون و قاعده که وی می بیارد با کتاب آسمانیش ما باید اطاعت کنیم و رعایت کنیم. حاضر بسیار در این خانواده ها نافهمی ها می شوند بین عروس و مادر شوهر، خواهران شوهر و همدیگر را گناهکار میکنند. سبب میره در شما در چی میبینید؟ برای که نمیفهمیدن همدیگر، ولی تحمل کردن لازم است. زندگی با این فهمیدن لازم است. میدونید همه چیز به تحمل کردن در کار، از سر گذراندن در کار، انا بعد زندگیتون هم سبک میشد، هم دیگر تا یعنی کلید خوشبختی شما در همون تحمل است. بله، صبر و طاقت. ساجیده غلامова خواهر شما یکی از بهترین کارگردان های تلویزیون بودند و اکثر هنرمندایی که طریق تلویزیون شهرت یافتند توسط نمایشنامه های آن کس مشهور شدند، مردم اونها دوست داشتن. ولی شما و آقای فاطمه رو کمتر به نمایشنامه‌هاشون جواب میکردن، چرا؟ بله، میدونید اون کس میگفتن که آخر اسفندیار جان یا که فاطمه، من اگر شما رو دعوت کنم البته یک نفر، یک کس نه یک کس البته میگوید اینا بین من دادرش دعوت کرده است، انا پیش دعوت کرده است، برای همین بهتر که من دیگر رو دعوت کنم شما نه. خلاص آخر عاقبت هرچند اپی فاطمه گفتن که آخه منم اکتریس، آخه منم میتونم یک نقشی بازی کنم، تو میبخشید میموری من یک بار دعوت کنی آخه. بعد در یک نمایش خلاص بعد دعوت کردن خیلی قبول کردن. خلاص بعد گفتن خود دیدی آخر منم تعریف کردن آخر. بعد هرچی خوشبختانه منم دعوت کردن در این جنایت و جزا. من گفتم خیلی اپا شما انا بازی کردیم، شما از من شرم نداشت. شما گفتم چی شرم داشتید من از من؟ نه اسفندیار جان بسیار عالی بود، نقد بازی کردید. بسیار عالی بازی دیدم اون نقشه، مخصوصا همون لحظه ای که در پسیوای کاستوم شما لباس آویزکوی میزنن. بله. یک لحظه تنگ میشد و کشاد میشد و کاستوم بسیار عالی جان. بله. این در خود سیناریو بود یا که شما خودتون همین اضافه کردید؟ در سیناریو بود. در سیناریو بود بله. خب همین یک نقشه در نمایش اپا من بازی کردم. من در مناسبتتون در زندگی چگونه بود؟ شما با کدامشون نزدیکتر بودید؟ با اپای فاطمه یا با ساجده؟ با هر دوشون نزدیکتر بودم، ولی بیشتر اپای ساجده این گلی مجلس بودن. همیشه می توانستن هر یکی مایا تقلید، اینقدر تقلید زیبا میکردن که ما میمردیم از خنده. شوخ بودن. بله. این برادرم مظفر تقلید میکردن، رویشان شد، روی همشان شد. و اپای فاطمه تقلید میکردن، ما از خنده سوس میشدیم. یا برادرم شهریاره یا بختیاره. خلاص اینقدر یک هنری فوق‌العاده ای داشتن. خب شما در فیلم ها هم نقش های زیادی آفریده اید. بین همه نقش هایی که در فیلم ها آفریده اید نقشی برای خودتون از همه عزیز، از همه پسندیده کدام است؟ من فکر میکنم قصه زندان پویک، البته این دوره جوانی، و بعدا گردباد که نقش شاعر را بازی کردم و این نقش ها برای من خیلی عزیزند. و حالا اگر که نمیدونم اگر اشتباه نکنم و خواب سرخ. در فیلم ها لحظه های خطرناک زیاد می شوند و در فیلم های خارجی این لحظه های یعنی که کسکجارها بازی میکنند. در تجربه شما چگونه بود؟ در همین فیلم گردباد من با بقا صادق که کارگردان فیلم بودن گفتن که من گفتم من خودم اجرا میکنم. هرچند گفتن نه اجازت نیست. کدام لحظه؟ لحظه ای که مثلا سرازیر با آب میغوتاندن و با ریسمان بسته بودن پس ماشین و هر وقت که ماشین
عقب میرفت، من میرفتم داخل آب و تا کشیده برآوردن سرازیر، بله، تا کشیده برآوردن ماشین من چقدر آب میخوردم، نفسم میگرفت، یعنی که از هوش رفتم. و وقتی که برآوردن باز من پایم زیر همون پول کوپروکی که بود، یک نفر بعد من گفتن که هیچ کس جرأت نمیکرد که توی خم شود و این طرف گیرد. همینطور خلاص اخیر عاقبت خب برداشتن. در این لحظه ها خب دکتر بود اونجا، بعد دویدن گردی من جمع شدن و بعد دخترهای هم بودن، هر دو دختر هم بودن اونجا. خیلی نقشای کوتاه بازی میکردن در این فیلم و نشاتیرت نیسپیرت و خلاص چی کارهایی کردن دلم به هوش آوردن. خلاص لحظه دوم در همین فیلم وقتی که من ما بین دو کوه آویزان بودم، از این طرف کوه یک 8 نفر 10 نفر خلاص اون ریسپان می داشتن و این طرف کوه هم همین قدر آدم ها می داشتن ریسپان. وقتی که این طرف سر می داد ریسپان من می زدم به این پره کوه. خیلی اونجا سخنهای هم زیاد بودن، می گفتم باز می کشیدن ما بین و من حرفهایم هم می گفتم، با این طرف سر می داد ریسپان من به این طرف کوه می زدم. همین دست راستی من یک 6 ماه من پنجم جمع کرده نمیتوانستم. اما نو بسته به همه این قربانی هایی که شما به خاطر صنعت میکردید، مدت طولانی از شما 3 نفر مثلا از یک عائله که 3 هنرمند کسی عنوان نداشت، همین خیلی بودن؟ بله، اپای فاطمه چندین سال کار کردن و بعد بالاخره قریب که سن سالن بزرگ بودن بعد عنوان گرفتن هنرمند شایسته. اپای ساجده عموما عنوان ندادن، گرچنده که تمام این برنامه هایشان در دستگاه فخری بود و من در سن 71 سالگی شرفمند شدم. خب ولی من فکرم نمی کردم راستی گپ، اگر دادن ندادن هیچ حرفی نیست. مثلا عائله هم میگفتن که اسفندیار جان غصه نخورید، همه کارهای شما همش این عنوان است. از فرزندانتان کسی پیراهی هنر رو برای خود انتخاب نکرد؟ نه، شاید خوشبختانه نه. چند نفر فرزند دارید و کجا زندگی میکنند؟ چی کس من 2 دختر دارم و یک پسر. دختری ارشد من در کانادا زندگی میکند، شهروند کانادا است. دوم دخترم در مملکت عمان در شهر نیزوا و پسرم هم در مملکت عمان ولی در شهر سلاله، یعنی فاصله بینشان شاید که 9-10 ساعت راه باشد. و نمایشنامه هایی که شوهرتان نقش میبازند و تماشای نمایشنامه ها میروید، نظرتان را میگویید اگر مثلا نقش آفریدهشان به شما پسند نآید، رود یک نقش آفریدهشان از نظر شما کمبودی داشته باشد، این را میگویید یا نمیگویید؟ من نظرتان چگونه است؟ البته میگویم. بعد پیشنهاد میکنم وقتی که نقش دادن من کی میشم؟ دوبلور شما. یعنی که بانو جان مثلا رپلیکایی که طرف گوید دیالوگ ما ترتیب میتیم، من میگم شما از جانب اون اکتور میگوید سخنرانی که من همون حفظ کنم و یعنی همون ابراز به وارد شوم. بعد خطاگی منم میگوین همیشه. بله، خطاگیشون که باید گویم. یعنی یاردمچی خیلی اولین من ایشانم. شما در صحنه ابرازهای گوناگون آفریده اید. بعضی هنرمندایی هستند که یک انتخاب میکنند، یعنی پرترت ابرازهای آفریدهشون به هم دیگر مانند است، ولی ابرازهای آفریده شما از هم دیگر خیلی دیگر میکنند، تفاوت دارند. کارگردانی آمده بودند به تئاتر جوانان، ارگش مصفایف
یک نمایش گذاشته بودن منوک شکارچی و گفتن هم پسرها هم دخترها همه یک پارچه انتخاب کرده بودن. همون پارچه گفتن این بازی میکنید و بعد انتخاب میکنیم که کی بازی میکند این نقشه. خلاص طوری شد که شاه دختره منم از جانب دیگر مثل دیگر هنرمندا تیار کردم خیلی معقول دانستن و بعد من نقش شاه دختره بازی کردم. آفریدن نقش یک دختر یک زن برایتان دشوار نبود؟ آخر من خیلی اینجا تمرین میکردم این نازکی های زن های آموختم. آخر زن به ناز نمیشود. آخر این ملکه هم کمک این ناز و نوز داشت. خلاص نمیدونم خوب بود یا بد بود ولی مهربان نظر پسندید. گفت که آفرین. چون که اول باور نکرد. باور نکردن که نقش شاه دختر شما بازیده. گفتن که این در اینجا اشتباه شده است. اینجا نوشته شاه دختر اسفندیار غلاموف. چه خیر. بعد مصطفی گفتن که بله اسفندیار غلاموف بازی کرد همین شاه دختر. بعد گفتن کنی جیغ زنید. بعد آمدم صحنه. بعد گفتن که اسفندیار تو همین شاه دختر خودت بازی کرده استی ها؟ من گفتم بله. کنی با آواز خودت گپ زن. بعد وقتی که من با آواز خودم گپ زدم بعد گفتم که آفرین. از زنهای هنرمند با کی نقش آفریدن برای شما آسان‌تر یا گواراتر؟ مثلا رجبگل قاسمova همسر من بازی کرده بود. اکتریس خیلی با مهارت، زرینه خوشوقتova هم در فیلم و هم در تئاتر. اعتراضی 17 نفر من ونیف بازی میکردم و همسری منم بازی میکرد و همچنین در فیلم هم همچنین. با جوانهایی که میخواهند پیشه شما رو انتخاب کنند هنرمند شوند چی توصیه میدید؟ چی مصلحت میدید؟ بیشتر چون کتاب ها همه به زبان روسی است بیشتر درباره هنر اکتوری کتاب خوانند و زبان روسی را خوب آموزند و حوز خوشبختانه در تئاتر ما جوان ها زبان روسی می آموزند که این خیلی مهم است. تکنولوژی اکتور و کتاب های مثلا استانیسلاوسکی درباره هنر اکتوری گفته گذاشتگی است و تفسانو و دیگر کارگردان ها که این خیلی مهم است. اگر باز بغیر از زبان روسی با زبان انگلیسی رو هم آموزند برای آینده خودشان بهتر میشد. اگر از شما بپرسند که بزرگترین نعمت یا بایگری شما در زندگی چیست چی پاسخ میدید؟ همسر، فرزندای عزیز و خواهر و برادرانم و دوستانم در تئاترها در سینما که با آنها من همراهی میکنم نقش ها میآفرم. اینها عزیزترین عزیزان برای من. اگر همین خیلی امکانیت میشد که با خداوند با میخورده از آفریدگار چی میخواستید؟ میگفتم که اگر اشتباهاتی که کردم در زندگی ببخش. ما اولیان نیستیم. البته یک کاری میکنیم که به نفری شاید معقول نمیشد پسند نمی آید و اشتباهی میکنیم. بغیر از خداوند دیگر بخشنده هیچ کس نیست. گناه های ما تنها خداوند میبخشد. کتابی که از همه بیشتر دوست می‌دارید و گشته و برگشته آن رو میخونید؟ من کتابی رو میگویم که توصیه میکنم به شما. نویسنده‌اش لامبروزو گениальность и помешательство. از این کتاب وقتی که من خواندم درباره عالمای بهترین دنیا که هر یکشون یک قمچین نمیرسید گفته میگذارند در این کتاب و برای خودم من بسیار چیز آموختم از این کتاب
که نوابسته به اون اختراعاتی که در دنیا کردن این اشخاص، ولی بازم یک مثل کودکان بودن که بعضی رفتارشون خیلی جالب به نظر من نمود. بعد میگفتم که آخر اکتور باید مثل کودک باشد. همین چیزی که فرمایش میکرد کارگردان، مثل گوب که میگوین که به فارسی این کلمه فراموش کردم. بله، جبیده گیرد. بله. و این کتاب خیلی پسندم اومد. از هنرمندان تاجیک کی را نابغه میشمرید؟ عطا محمد جانов، محمود جان واحدov، این هنرمندایی هستند که واقعا در سینما و تئاتر تاجیک یک تبادلاتی کردند. بهترین فیلم تاجیک فیلم از نظر شما؟ خار اشکنبه، کارگردان طاهر صابرov، رستم و سهراب بریسکیمیگر، گردباد بقا صادقov. بهترین فیلمی که در 10 سال اخیر تاجیک فیلم گرفت یا عموما هنرمندای تاجیک گرفتن، کارگردانای تاجیک؟ بهترین فیلم هم میشمارم دو، محیدین مظفر، که در حقیقت در چندین کینوفستیوال ها جایزه های بهترین گرفت. خب سریال رو بسیاری ها یک نمود فیلم خیلی سبک مغزوبه مینامند. از نظر شما سریال، ثبت سریال ها این طلبات روز است یا که سطح فیلم رو پست میفرارد؟ این وابسته از مضمون فیلم. مثلا بسیار فیلم هایی که مثلا بعضی ها خوششان نمی بیاید ولی درباره عائله، درباره زندگی زن و شوهر و اطرافیانشان نقل میکنند، این به حیات ما هم مطابقت میکند. برای اینکه در عائله فرض کردیم تازه این زن و شوهر زندگی آغاز میکنند ولی حسودی پیدا میشه از بعضی ها و در نتیجه این عائله جدا میشوند. خودتون پلاو پخته میتوانید؟ میتونم، نه چندان مثل بانو خانم. بهترین تحفه‌ای که در زندگی گرفتید؟ بانو خانم. بهترین تحفه زندگیتون؟ من چی را دوست می‌دارید که به شما تحفه کنن؟ از گرفتن کدام تحفه خوشتون میاد؟ آش پلو. آش پلو. بغیر از دوشنبه، کشوری که از همه بیشتر دوست می‌دارید خوشتون میاد وقتی سفر میکنید به اون کشور؟ من 3 مراتب در هندوستان بودم و از هندوستان من بسیار خوشم میآید. اگر بدونید که امروز آخرین روزی حیاتتون است، آن را چگونه میگذراندید؟ با خوشی خرسندی دیگه. میخواستم که نزدیکانم پهلویم باشند که آخرین مراتب با آنها ودا گویم. تمنای شما با شوهرتان؟ تمنای من همین که اون محبتی که داره تا ابد میرد. این آدم همه دوست میداره. اینجا خانه ای که غیبت نیست. درباره هیچ کس ما نمیخواهیم شنیدن، فقط دعا میکنیم که اونها مهر و محبتشان زیاد باشه. چقدر خداوند ما دوست میدارد، ما هم باید دوست داریم همه. حواس من در دنیا عموماً که جنگ نشود، عموماً در دنیا مهر و محبت شد، مهر و محبت و دوستی باشد و وحدت تمام انسانیت باشد، وحدت عالم انسانی باشد. بهترین نعمت این صلح و آسایش است. این آسمان صاف باشد. این تاجیکستان ما الان چه طوری که حالا ترقی کرده ایستاده است، ترقی کند و پیش رود. یک بار دیگر اگر تولد میشدید باز هم هنر پیشه میشدید؟ شاید اون نقشایی که بازی نکردم، شاید اون نقشا رو به آرزویش میرسیدم بازی میکردم. کدام نقش است که آرزو میکرده ولی کارگردان ها به شما ندادن؟ کارگردان به من توصیه کردن نقش گملت. سوالی که شما انتظارش بودید و من نپرسیدم. دیگه همش پرسیدید شما.
چی آرزو دارید، چی تمنا دارید با اونهایی که مخلص شما هستند، شما را دوست می‌دارند، فیلم هایتان را دوست می‌دارند، قهرمان هایتان را دوست می‌دارند؟ میخوام که آنها همیشه سلامت باشند، خوشبخت باشند، در زندگی خاری و مثلا کمبودی و نبینند. ما هم تمنا میکنیم که در خاندان شما همیشه خوشبختی، مهر و محبت حکم فرما باشد و همیشه عزیز دل مردم تاجیک بمانید.